روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 16 ایون است و من خیرامان باقرزاده نشر امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. حالا به عنوان موضوعهای برنامه نگاهی میکنیم. در پی سیل‌های زیاد در شرق تاجیکستان یک چوپان جان داده است. ساکنان رشت از تلف شدن ده‌ها سر چاروا و زیان مالی میگویند. بحثی ساکنان مرکز دوشنبه با یک شرکت ساختمانی صاحبان منزل میخواهند سراغ زیستشان بعد نو شدن بنا به تغییر ماند. همین خونه نو بنیاده که همینجا ساخته می شود ما در همینجا خونه تیان ما با حضور زندگی کنیم. کشاورزان ختلانی میگویند کمبودی آب و برق باعث تأخیر در کشت تکراری امسال شد. برق که نباشد ما پالیزی را با آب تامین کردن نمیتوانیم. باران شدید باعث تلفات جانی، زیان مالی مردم و تخریب منزل و راههای ماشینگر در شرق تاجیکستان شده است. نواری ویدیویی فرستاده ساکنان دهه نیمیچ به رادیوی آزادی صحنه‌های با سرعت آمدن آب زیاد را نشان می‌دهد. جمشید کمالزاده از کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان امروز گفت در این آفت طبیعی یک چوپان از ناحیه لخش جان داده است. بعد 2 روز ناپدید شدنش در چراگاه تابستانه ساکنان جسد او را پیدا کردند. باران سیل چهارشنبه در حدود دهه نیمیچ جماعت دهات جعفری ناحیه رشت به 5 خانه استقامتی ساکنان و 3 ساختمان یاری رسان ضرر رساند. اینچنین 20 قطعه نزد حولگی و 5 گکتار میدان کشت زیر آب مانده است. در این آفت طبیعی ساکنان 30 سر چاروا خرد و کلان را از دست دادند. 14 ایون همچنین در راه ماشینگرد دوشنبه وحدت لخش در حدود ارچکپه جماعت دهات سرخاب ناحیه لخش در نتیجه گرمشوی حرارت هوا و آب شدن برف و پیریخا سیل‌های پریشان مجرای دریای سرخاب را تغییر داده است. در نتیجه 350 متر راه شسته و سیم‌های برق کارناشایم شدند. در تاجیکستان به زودی بر اساس قانون نظارت بعد حبس از بالای آن گروه زندانی‌های سابق جاری می شود که برای صادر کردن جنایت‌های سنگین پشت پنجره رفته بودند. پارلمان راضی شد که نظارت بعد زندان نسبت سابق محبوسان جاری شود که در صادر کردن جنایت‌های وزنین مخصوصاً وزنین و هم عمل‌های برقصدانه وابسته به آزار جنسی گناهکار شده بودند. تا کجا این چاره مأموری حقوق سابق زندانی‌ها را هم به نوبت می‌گیرد از گزارش علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله می‌فهمیم. وکیلان پارلمانی تاجیکستان از طرح جانبداری نمودند که بر اساس آن گروه از محبوسان بعد رهایی از زندان رسما زیر نظارت پلیس قرار می‌گیرند. در طرح قانون پیش بینی شده است که نظارت مأموری نسبت به افراد صورت می‌گیرد که در صادر نمودن جنایت‌های وزنین، مخصوصاً وزنین و برقصدانه مربوط به آزار جنسی دست دارند. اگر محبوس در داخل زندان همچون ویران کننده اشدی ترتیبات مؤسسه اصلاحی اعتراف گردد، طبق این طرح بعد ادای جزا زیر نظارت مقامات کارهای داخلی خواهد ماند. نظارت مأموری با قرار دادرس مقرر شده، مهلت آن وابسته به داغ سودی محبوس سابق از 6 ماه تا 3 سال پیش بینی شده است. وکیلان پارلمانی هدف از قبول طرح را پیشگیری از صادرشوی جنایت‌ها ارزیابی نمودند. صابرشاه حسنوف برای نپرداختن پول الیمنت فرزند محکوم به زندان شده 4 ماه پیش از محبس رها شده است. با وجود ادای جزا و پرداخت مبلغ نمیتواند از کشور بیرون برآید. او بر این باور است که این طرح برعکس مشکل محبوسان سابق را بیشتر میکند. مشکلی رفتن این مهاجرت رفتن به جایی که میخوان تحت نظارت ملی صدام وجه مقصد یگونجا ما رفتن نمیتونم. تو اگر اجازه بود هر ماه برم قید کنم مقصد برای پرداخت الیمنت هم میکنی داشه که سود خدمات محکمت میکنه داشه سرحدو گذشته نمیتونی. بعضی حقوقشناسان میگویند طرح قانون پلوهای مثبت و منفی دارد. باعث تأسف است که کارفرما نوابسته از شکل مالکیت دولتی و غیر دولتی از گرفتن به کار و با شغل معین بند کردن این قشر اجتماعی خودداری میکنه. این بد است. و دوم قابلیت پرداخت و سطح زندگی این قشر اجتماعی بازم بدتر میشه. نه تنها در عائله در همون مکان زیستشان صاحب احترام شدنشان و اثبات کردن که اصلاح میشن و مایل به وارد شدن به حیات آسایشته هستند را خللدار میکنه.
تکرارا دست به جنایت زدن محبوسان سابق در گذشته بارها رسانه‌ای شده است. آنها از مشکلی پیدا نمودن کار مناسب و وضع بعدی اقتصادی و اجتماعیشان نگرانند. با ما در جای خانه هایمان که ویران میکنید خانه دهید. این طلب گروهی از ساکنان مرکزی شهر دوشنبه است که شرکت بیناکار آن را قبول ندارد. بحث دو طرف بیش از یک سال است. به نتیجه ادامه دارد. گفته می شود این شرکت ساختمانی به پسر رئیس کمیته انداز تاجیکستان تعلق دارد. مولا رجب یوسفی و امیر اسایف با جزئیات بیشتر. ده‌ها شکایتنامه. بیبی سوریا شریپووا 1.5 سال است با شرکت الیت استرای سرویس بحث دارد. این شرکت می‌خواهد منزل او را تخریب کرده به جایش منزل بلند آشیانه سازد. دادگاه امر داده است که شرکت به عوض تخریب منزل به بیبی سوریا 1,100,000 سامانی دهد، اما این زن طلبی دیگر دارد. من طلب دارم که همین جای همین زیستم خانه‌های نوبنیاد میشن، همینجا کوادراتم به خانه تیان با ضرر جبرانم همینجا برورن من تیار من خانه ها ما چیزا ما سیتکا و کارابکا کرده ای تابستان 1 سال میشد که تیار دیده استادم که همه سازش کنن خیزانه. حداقل 5 زن در کوچه عبدالله کماندر در نزدیکی امفی‌تئاتر دوشنبه با شرکت الیت استرای سرویس بحث دارند. یکی از ساکنان ناراضی رجب معالیمووا است. میگوید شرکت برای عوض منزل او و شوهرش 1,000,000 سامان پیشنهاد کرده است. عالیمووا و عائله‌اش تا 20 ایون مهلت دارند مبلغ را گرفته خانه را ترک کنند. 3 عائله بتون در 1,000,000 چه خونه میگیریم؟ ای همین مرکز من چند جو خونه یافتم همین مرکز گرفته تی شرکت قتی گوزنان کردم نگرفتن. انا می پولا میگیریم میخزی تمام. خونه شما نیست. طلبی ما همین جای خودمون متر کوادراتی تیان. همین خانه‌های نوبنیاد که همینجا ساخته میشود ما در همینجا خانه تیان ما با حضور زندگی کنیم. مسئولین شرکت الیت استرای سرویس حاضر نشدند مسئله را شرح دهند. نماینده شرکت در دادگاه گفته است ارزش منزل‌ها را یک کارخانه زیرتابع شهرداری دوشنبه معین کرده است. طبق اسنادی که رادیوی آزادی به دست آورد، شرکت الیت استرای سرویس به دولت آف عزت الله نصرت الله ویش تعلق دارد. سامانه‌های مخالفین او را پسر نصرت الله دولت آف رئیس کمیته انداز میگویند. خودش یا کارمندانش حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. الیت استرای سرویس از کلانترین شرکت‌های ساختمانی تاجیکستان است که در گذشته از سوی حکومت امتیاز گرفته است. شهردار دوشنبه در وقت اجازه ساختمان دادن شرکت‌ها را وظیفه‌دار می‌کند که صاحبان منزل‌های تخریب می‌شده را راضی کنند، اما در پایتخت چنین بحث‌ها میان ساکنان و شرکت‌های ساختمانی کم نیست. متخصصان راه حل مسئله را چنین می‌بینند. یگانه ویش است که همون شخصی که خانه بپوشد باید در یک جایگی در اشتراک خیلی با دیگر شخصای متصدی با همون شهروندان باید یک معامله معین بیاد. معامله خیلی که مثال وقت خانه اگر همین نرخ بازار رو که اگر دپوسیم 100 سوم ماشین نه 500 سوم میتی خیلی نه یک دیده میبرم چیزی بازار دیده برآمده خیلی معامله بعد اون نشدر یا اینکه مثال شهروند میخواد که میگه خانه من پولش حساب کنه پول میتی این دیگرش کار من یا اینکه میگه که نه در دوام ساختمان من خانه یافته میتی یا خودش مییابد یا که شهروند خودش مییابد نرخی همون پولی هر ماهش میتیاد همون فرمایشگری میشه و بعد از بود شدن همون مثال وابسته خیلی در شهر خانه یک آشنای یک و دو اساسا برای بیناهای جمعیتی اصلا از سیمش سر کرده بعد همون خانه رو همون آدم‌ها بتیاد. 5 ساکن کوچه عبدالله کماندر حالا به این حال روبرویند. اطراف منزلشان تخریب شده است و راهشان هم خراب است. آنها حالا 2 انتخاب دارند، یا با مبلغ شرکت راضی شده از اینجا می روند یا با بحث و دعوا ادامه می دهند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی دوشنبه. در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند از منصب رانده و سپس جزا دادند، یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ چرا دادرس‌های تاجیکستان رشوه میگیرند و ناحقی میکنند؟ این هفته همکاران ما در برنامه گپ آزاد همین موضوع را برداشتند و پارچه از آن را حالا همراه میبینیم. معاش سودیه‌ها همگی 152,000 سامانی میشود. نگاه کنید در این شرایطی که حاضر ما داریم همه قیمتی در جمهوری تاجیکستان این معاش درباره تامین کردن خودش یا عائله‌اش
هیچ ناموافق است. حالا میخواستم که محترم معظم قادر و نظری شما چی است؟ یعنی معاش کم است که دادرس ها و یا سودی ها مجبور میشوند که به بی‌عدالتی ها دست زنند و رشوه ستانی کنند و به کروپس دست برند؟ تجربه ادوکاتی شما چرا نشان میدهد؟ کم بودن معاش سودی ها این یکی از سبب شدنش میشه برای پورگیری فساد. این یکی از کم می باشد، اساسی کم. اساسی جدی رو من در دیگر طرف میبینم. این یکی از فکر کنم پیاده نکردن شفافی حاکمیت، فعالیت شاخه های حاکمیت می باشد. این سبب اساسی می باشد. سیستم حاکمیت درست مانده، شفاف مانده، بکار مانده نشده است. من چنین میفهمم. این یکی از سبب های می شود که این چنین فعالیت سودی ها تا چقدر قانونی بودند و عدالت قرارهای سودی ها مد نظر جامعه میماند. فکر من چنین هست. زیاد کردن معاش سودی ها این حل مسئله شده نمیتواند در چنین حالت اقتصادی. بیننده عزیز، برنامه گپی آزاد روز شنبه 17 میلیون ساعت 14 به وقت دوشنبه و ساعت 13 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. برای همین بازگشت به کانال ما را فراموش نکنید. برنامه را پی میگیریم. در عرفه روز مبارزه با بیابانشوی زمین که همه ساله روز 17 میلیون جشن گرفته می شود، رادیو آزادی با چند زن کشاورز از ناحیه ختلان هم صحبت شد. طوری همکارم کیومر سیاتا گزارش میدهد حاصل امسال خوب است، ولی کمابی و مشکل برق کشتی تکراری آنها را به تأخیر گذاشت. آیصفت نوربکова حاصل امساله هندلک را جمع آورده به کشتی تکراری آماده می شود. او در ناحیه دوستی ولایت ختلان در 9 گکتار زمین سبزوات و پخته کشته است. از نتیجه کارش می بالد، اما از دشواری هم می گوید. زمین ما با طریق آبکشی نساز کتی تامین میکنیم. با برق که حاضر هست، لیکن گاه برق هم نمیشود. برق که نباشد ما پالیزی رو با آب تامین کردن نمیتوانیم. دشواری دیگر به گفته این کشاورزی با تجربه زود تازه نشدن جویبارها در ایام بهار است. کانال های پر از خاک و لای به جاری شدن آب خلل می رسانند و کار دهقانها را به تأخیر می گذارند. آب پرابلم آب همه وقت هست. نساز که وقتی که جوبارها را تازه کردن 1 ماه، وقتی که 1 ماه تازه میکرد 2 ماه کشید مثلا. اینم با فکرم همه مردم سر وقت سرجم نشدن، دیرتر آب دادن. عریقته که آب نشود ما به نساز هم آوردن نمیتوانیم. در این خواجگی دهقانی در جنوب تاجیکستان حاصل را جمع می‌آورند که امسال به سبب کمبود آب دیر کش شده است. آب مشکل ما است. وقتی می شود که آب نیست ما باید حاصل را کشت کنیم. امسال من با دستگاهی به برق آبکشانی آب را برآورده کشاورزی کردم. به این مانند رهبران چند خواجگی دیگر دهقانی در ولایت ختلان از کمبود آب و کارناشایم شدن تجهیزات آبکشی شکایت کردند. در اداره بهداشت زمین و آبیاری در ختلان گفتند که تقریباً 90,000 گکتار زمین کشاورزی با یاری دستگاه‌ها آبیاری می‌شوند. جنوب تاجیکستان از منطقه کشاورزی است، ولی سالهای اخیر در چندین ناحیه اینجا شوری و فرسایش خاک باعث شده است که زمین‌ها بی حاصل مانند یا که دهقان‌ها حاصل کمتر بگیرند. و خبری دیگر امروز با شرکت صدها نمازگزار در مسجد کلانترین دوشنبه اولین نماز جمعه برگزار شد. این مسجد که توانی در یک وقت گنجاندن 10,000 نمازگزار را دارد، 8 ایون با حضور رهبران قطر و تاجیکستان افتتاح گردیده بود. برنامه امروزه در همینجا به پایان میرسد. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی دسترسند. خدا نگهدار.